به نام خدا. از حدود سال 1353 من وارد دانشکده هنرهای تزئینی شدم. رشته نقاشی رو در این دانشکده گذروندم. در دوره فوق لیسانس پژوهش هنر رو گذروندیم و در حال حاضر هم در حال اتمام دوره دکترا در رشته پژوهش هنر هستم. در ضمن حدود 8 سالی هست که رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر هستم. همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه هنر. این دو تا کار ارائه شده به این نمایشگاه معمولاً ما رو مواجه میکنه با یک نوع تقابل بین دو تا موضوع، یعنی یا خوبی یا بدی، یا مثلا عالم بالا عالم پایین و مسائلی از این دست. خواستم بپرسم که این مقوله تا چه حد برای شما اهمیت داره؟ در مجموع نقاش نمیتونه خودش رو از طبیعت منفک بکنه. من اون چیزی که در ضمن کار هنری مد نظر دارم این دو عالم هست، عالم طبیعت و عالم ماورای اون. عرفا این رو به عالم ملک و عالم ملکوت تقسیم بندی کردن و وادی های دیگری که حالا تقسیم بندی های جزئی تری رو شامل میشه. من به نظرم میرسه که این دو تقسیم بندی در کار من در وهله اول به طبیعت اشاره داره، در وهله دوم به اون چیزی که نادیدنی است و قاعدتا نقاش یا هر کسی که اهل به اصطلاح تفکر هست سعی میکنه که از طریق بروز کارش و کار هنریش توجه مخاطب رو به اون دنیا معطوف بکنه. پس در واقع اون قسمت پایین کاراتون که جنسش از میخه و تعداد بیشماری میخ و کنار هم چسبونین میتونه نماد زمین باشه، درسته؟ عرض شود که من توی این بافت فکر کردم که یک مجموعه ای رو داشته باشم هماهنگ با یک بافتی که در قسمت بالایی هست، به لحاظ رنگ، به لحاظ به اصطلاح فرم. این مجموعه‌ای که حالا شما تعبیر به یک مجموعه از میخ دارید، این مجموعه در عین این که خشن هست، در عین این که بافت زمختی رو داره، وقتی ازش فاصله میگیرید میبینید یک بافت خیلی به اصطلاح احساسی و بافت خیلی هماهنگی رو به شما به اصطلاح منتقل میکنه. من به نظرم میرسه که در این بافت من به اجزا اشاره دارم، در ضمن وقتی این اجزا میان کنار هم دیگه یک کلی رو میسازه که این کل میتونه نمادی باشه از اون وحدت کلی که در جهان هست، که وقتی وارد جزئیات میشیم میبینیم که اون جزئیات در عین حالی که خشونت دارن، وقتی در کنار هم دیگه چیده میشن و ما ازش فاصله میگیریم یک هارمونی و یک هماهنگی رو ایجاد میکنن که این هماهنگی خوشایند هستش. موضوعی رو که برای این کارم انتخاب کردم عشق هستش و شما میبینید که در این دو کار یا دو تابلو دو دلداده هستند که از موتیف‌های دوره تیموری و ایلخانی استفاده شده و شعری که من آوردم دور این موتیف سنتی
با این عبارت شروع میشه: مذهب عاشق ز مذهبا جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست.